بررسی دوره‌های زمین‌شناسی. سیاره ما داستانی حیرت انگیز و بیپایان در دل خود داره، داستانی که میلیاردها سال پیش با انفجار عظیمی در دل کیهان آغاز شد. در این ویدیو به بررسی دوره‌های زمین‌شناسی خواهیم پرداخت، از دوره هادئن و آرکئن که اکثر اطلاعات اون رو در ویدیوهای قبلی بیان کردیم به زودی گذر می‌کنیم، یعنی جایی که اولین پوسته‌های جامد زمین شکل گرفتن و حیات میکروسکوپی نخستین بار در دل اقیانوس‌های آغازین شکوفا شد. در ادامه به دوران فانروزوئیک خواهیم رسید، دوره‌ای که با تنوع شگفت‌انگیز زیستی، شکلگیری قاره‌ها و تغییرات اقلیمی گسترده همراه بود. با هم خواهیم دید که چگونه فرایندهای زمین ساختی مانند جابجایی قاره‌ها و آتشفشان‌های مهیب، تغییرات اقلیمی مانند یخبندان‌های فراگیر و دوره‌های گرمایش و حتی برخوردهای کیهانی زمین رو بارها و بارها دگرگون کردند. این رویدادهای عظیم نه تنها ساختار پوسته زمین بلکه زیستگاه‌ها و گونه‌ها رو متحول کردند. اگر می‌خواهید بدونید این تغییرات چگونه به پیدایش، تکامل و حتی انقراض جانداران منجر شده و سیاره‌ای که امروز میشناسیم رو شکل دادن، در ادامه در این ویدیو با ما همراه باشید. با درودی دوباره خدمت تمامی بینندگان گرامی. در این ویدیو که قسمت سوم از تاریخچه هستی هست، میخوایم به شرح تحولات زمین‌شناسی بپردازیم. در این مقدمه سعی میکنیم به طور خلاصه تمام دوره‌ها و دوران‌های زمین‌شناسی رو یک بررسی اجمالی داشته باشیم. ببینید، بر اساس اهمیت اتفاقات و شواهدی که رخ داده میان و تمام طول دوران کره زمین رو به ابردوران‌ها، دوران‌ها و دوره‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنن. دو ابردوران مختلف داریم که تمام حیات کره زمین رو در بر می‌گیره. یکی ابردوران پرکامبریان که از حدود 4 میلیارد و 600 میلیون سال پیش، یعنی از شکل‌گیری کره زمین تا چیزی حدود 542 میلیون سال پیش رو در بر می‌گیره. این ابردوره که اکثریت زیست و حیات کره زمین رو شامل میشه و در نهایت ابردوره دوم یعنی فانروزوئیک یا ابردوره پیدازیستی یا پسازیستی که این 542 میلیون سال اخیر رو در بر میگیره. حالا هر کدوم از این ابردوران‌ها در واقع به دوران‌ها و دوره‌های مختلف تقسیم بندی میشن. نخستین دورانی از کره زمین رو که داریم دوره هادئن هست. در این دوره که 600 میلیون سال ابتدایی حیات کره زمینه، شواهد سنگواره‌ای یا شواهد زمین‌شناسی از پوسته زمین بسیار اندک هستند و همه چیز حول و حوش یک سری تئوری میچرخه. ولی در نهایت میرسیم به دوران بعدی، یعنی دوران آرکئن. در دوره آرکئن که حدود 4 میلیارد سال تا 2.5 میلیارد سال پیش رو دسته‌بندی میکنه، مهمترین شواهد سنگواره‌ای که داریم استروماتولیت‌ها هستند. توده‌های آهکینی که نشان دهنده زیست و حیات سیانوباکترها بر روی کره زمین هستند. و در نهایت میرسیم به دوره پروتروزوئیک. اکثر اتفاقات مهمی که در واقع به اونها در ویدیوهای قبلی اشاره کردیم رخ میده، از جمله شکل‌گیری جو و اتمسفر، شکل‌گیری نخستین اعضا از فرمانروهای جانداران، یعنی شکل‌گیری باکتری‌ها، قارچ‌ها، آغازیان، گیاهان و جانوران. تمامی اینها در عصر پروتروزوئیک یا دوران پروتروزوئیک از ابردوره پرکامبریان رخ میده و در نهایت در 542 میلیون سال پیش ابردوره بعدی یعنی فانروزوئیک آغاز میشه. ابردوره فانروزوئیک خودش به دوران‌های مختلفی از جمله پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک تقسیم بندی میشه. یعنی این بازه امروز تا 542 میلیون سال پیش توی این سه تا دوران مختلف قرار میگیره. قدیمی ترینش یعنی پالئوزوئیک از 542 میلیون سال پیش و با دوره کامبریان آغاز میشه. در دوره کامبریان
نخستین بیمهرگان و بندپایان دریازی زندگی می‌کردند. معروفترین جاندار در این دوره تریلوبیت‌ها یا سلپی‌ها هستند که در اون اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند. بعد از اون میرسیم به دوره اردویسیان. در دوره اردویسیان نخستین مهره‌داران دریازی یعنی ماهی‌ها شکل می‌گیرند. بعدش میرسیم به سیلوریان. در سیلوریان تکامل سیستم آوندی در گیاهان رو داریم. تکامل این سیستم در گیاهان به مثابه یک سیستم لوله کشیه که باعث میشه گیاهان بتونن جسته بزرگتری داشته باشن و از سطح زمین ارتفاع پیدا کنن. نخستین گیاهان فاقد سیستم آوندی بودن، همچون خزه‌ها. در نتیجه نمیتونستن ارتفاع و اونچه که ما از گیاه امروزه در ذهنمون داریم را به وجود بیارن، یعنی ساقه، شاخه و برگ. ولی تکامل این سیستم یعنی آوندی این قابلیت رو به گیاهان میده. پس از اون به دوره دونیان میرسیم. در این دوره نخستین جانورانی پدید میان که حالا میتونن بخشی از دوران زندگی خودشون رو بر روی خشکی سپری کنن، یعنی دوزیستان به وجود میاد. بعد از دوره دونیان به کربونیفر میرسیم. در کربونیفر نخستین جانورانی پدیدار میشن که قابلیت این رو دارن که تمام طول زندگی خودشون را بر روی خشکی ها زندگی کنن که همون خزندگان. و پس از اون به پرمیان میرسیم. با پایان عصر پرمیان دوران پالئوزوئیک به پایان میرسه. در پایان همین عصر یک انقراض بزرگ رخ میده، یعنی بزرگترین انقراضی که زمین تا به حال به چشم میده. در این انقراض 96% از کل گونه‌های حیات نابود میشه. پس از این دوره به مزوزوئیک میرسیم. دوران مزوزوئیک نیز خودش به دوره‌های مختلفی تقسیم بندی میشه. اولین دوران تریاس هست. در دوران تریاس نخستین خزندگان غول‌پیکر یعنی دایناسورها و همچنین پستانداران به وجود میان. در دوره بعدی یعنی ژوراسیک نخستین پرندگان چیزی بین حدود 100 تا 150 میلیون سال پیش شکل میگیرن و در نهایت در دوره کرتاسه که پایان عصر مزوزوئیک هست خزندگان به اوج تنوع خودشون میرسن و فرمانروای مطلق خشکی‌های زمین هستند. اما با ظهور یک اتفاق غیرمنتظره یعنی برخورد شهاب سنگی به درون اقیانوس اطلس باعث میشه 56% از گونه‌های خشکی از بین برن. حدس زده میشه در پی این اتفاق هیچ گونه‌ای با وزن بالای 25 کیلوگرم توانایی زنده موندن و جون سالم به در بردن از این واقعه را نداشته. در نهایت میرسیم به پایانی ترین دوران یعنی سنوزوئیک. دوران سنوزوئیک نیز خودش به دوره‌های مختلفی تقسیم میشه، از جمله نئوژن و پالئوژن که دوران‌هایی هستند که در اون پستانداران فرصت پیدا میکنن که تکامل و تنوع زیادی رو به خودشون بگیرن و به فرمانروایان خشکی‌ها تبدیل بشن. عصر سنوزوئیک در نهایت میرسه به همین 10 میلیون سال اخیر و 3 میلیون سال اخیر که به نام کوارتنری مشهوره. در این ویدیو قصد داریم حوادثی که بر روی کره زمین در تمام عصر فانروزوئیک یعنی پسازیستی یعنی در این 542 میلیون سال اخیر رخ داده رو بررسی کنیم، به غیر از قسمت انتهایی عصر سنوزوئیک یعنی کوارتنری که چند میلیون سال اخیره که این رو به ویدیو بعدی موکول میکنیم، چرا که میخوایم شکل‌گیری انسان بر روی کره زمین رو به طور ویژه‌تری مورد بررسی قرار بدیم. پس در ادامه با ما همراه باشید. گفتیم که کل دوران زمینشناسی به 2 ابردوره تقسیم میشه. یکی ابردوره نهانزیستی یا پرکامبریان و دیگری ابردوره پیدازیستی یا فانروزوئیک. تقریباً میشه گفت در ویدیوهای قبلی به طور خلاصه آنچه را که در عصر پرکامبریان یا نهانزیستی رخ داد رو برای شما شرح دادیم. در ادامه در 3 بخش سعی میکنیم 3 دورانی که مربوط میشه به ابردوره فانروزوئیک رو خدمت شما شرح بدیم. در این قسمت به تحولات عصر پالئوزوئیک میپردازیم، یعنی اتفاقاتی که در 542 میلیون تا 250 میلیون سال پیش رخ میده. در ابتدای این دوران دوره کامبریان رو داریم. در این دوره که سرتاسر کره زمین مملو از آب و تقریباً خبری از قاره‌هایی که میشناسیم و خشکی‌های زمین نیست. در درون این اقیانوس‌های عظیم
تنوع بیولوژیکی سریع و ظهور جاندارانی با اسکلت سخت در این دوران داره اتفاق میفته. زیست بوم‌های متنوع دریایی به واسطه تنوعی که در جلبک‌های سبز و گیاهان دریایی رخ میده داره تشکیل میشه. در ادامه به دوره‌های اردیویسین و سیلوریان، یعنی چیزی در حدود 485 تا 419 میلیون سال پیش میرسید. در این دوران کم کم خشکی‌های عظیم به واسطه فعالیت‌های آتشفشانی داره سطح زمین رو در بر میگیره. همگام با تشکیل شدن این خشکی‌ها، گیاهان و اولین بندپایان دریایی سعی میکنن که به این خشکی‌ها هجوم بیارن. به واسطه این فعالیت‌ها هست که اولین صخره‌های مرجانی و گسترش اقیانوس‌ها اتفاق میفته. در میان این دو دوره، یعنی اردیویسین و سیلوریان، اولین انقراض بزرگ رخ میده و همچنین گسترش بندپایان بر روی خشکی‌ها رو داریم. پس از این دوران به عصر دونیان میرسیم، چیزی حدود 400 تا 350 میلیون سال پیش. در این دوره از تحول ماهی‌ها اولین مهره‌دارانی به وجود میان که قادرن بخشی از زندگی خودشون را در درون خشکی‌ها سپری کنند. یعنی اولین دوزیستان در این دوره به وجود میان. ماهی‌ها در این دوره فرمانروایان بلا منازع اقیانوس‌های زمین هستند. ماهی‌های زرهدار در همین دوره به وجود میان. توسعه اولین جنگل‌ها که به واسطه توسعه سیستم ریشه و ساقه گیاهانه بر روی زمین داره شکل میگیره. گسترش قاره‌ها و شکل‌گیری خشکی‌های زمین ادامه داره. در نهایت تحولات اقلیمی در پایان دونیان منجر به دومین انقراض بزرگ بر روی زمین میشه. پس از این دوران به دوره کربونیفر و پرمیان میرسیم، یعنی 360 میلیون سال پیش تا چیزی در حدود 200 میلیون سال پیش. در این دوران اولین جنگل‌های عظیم شکل گرفتند که در نهایت قرار زغالسنگ امروزی رو برای ما به یادگار بذارن. جانوران خشکی دارن تحول پیدا می‌کنند و در نهایت با تحول سیستم تخم‌گذاری اولین جانوران مهره‌دار خشکیزی که میتونن تمام طول حیات خودشون رو بر روی خشکی‌ها سپری کنند، یعنی خزندگان، به وجود میان. در این دوران تقریباً میشه گفت تمام خشکی سطح زمین که امروزه میشناسیم شکل گرفته که اون رو به نام ابرقاره پانگئا یا چیزی تحت عنوان همه خشکی ها میشناسیم به وجود اومد. کم کم این ابرقاره از هم داره باز میشه به دو خشکی عظیم، یکی لورازیا و دیگری گوندوانا. لورازیا تقریباً شامل قاره‌های امروزی آسیا و اروپا میشه و گوندوانا شامل سایر خشکی‌ها از جمله آمریکا، استرالیا و قاره عظیم قطب جنوب. در نهایت و با انقراضی که در پایان عصر پرمیان اتفاق میفته، سومین و بزرگترین انقراضی هست که بر روی زمین رخ داده. چیزی در حدود 96% تمامی گونه‌ها از جمله گونه‌های دریازی از بین میرن. حدس زده میشه که انقراض بزرگ پایانی پرمیان به دلیل ظهور و بروز آتشفشان‌های گسترده بازالتی که به مدت 1 میلیون سال بر روی جو زمین فعالیت می‌کردند، با تولید گازهای سمی همچون گوگرد و سولفید هیدروژن شرایط رو برای بسیاری از گونه‌های حیات سخت می‌کنند. در چنین شرایطی نور خورشید به جو زمین بسیار کم می‌رسیده و همچنین جو سمی هم در دریاها و اقیانوس‌ها و هم بر خشکی‌ها باعث می‌شد که بسیاری از گونه‌ها از بین برن، تلف بشن و قابلیت ادامه حیات رو نداشته باشن. اما این شرایط قرار نبود که برای همیشه بر روی زمین باقی بمونه. رفته رفته و پس از 4 میلیون سال شرایط برای ظهور و بروز گونه‌های جدید و مساعد شدن جو زمین پیش میریم به سوی عصر مزوزوئیک. در 252 میلیون سال پیش و با شروع دوران تریاسه عصر مزوزوئیک آغاز میشه. در این دورانه که نخستین خزندگان غول‌پیکر یعنی دایناسورها پا به عرصه حیات میگذارند. همچنین نخستین پستانداران هم در همین دوران و بعد از بهبود شرایط پس از پرمیان شروع به شکل‌گیری می‌کنند. جدا شدن بیشتر ابرقاره‌ها و ایجاد شکاف‌های قاره‌ای و ظهور اقیانوس‌های جدید از اتفاقات دیگری اند که در این دوران
رخ میده. این دوران تا حدود 200 میلیون سال پیش ادامه پیدا میکنه و در نهایت وارد عصر ژوراسیک میشه. در این دوران دایناسورها به بیشترین حد تنوع و تکامل خودشون میرسن. تقریباً تمام خشکی‌های زمین رو در مینوردن و به فرمانروایان بلامنازع خشکی‌های زمین تبدیل میشن. در میانه این عصر پرندگان نیز از تکامل خزندگان پرنده شکل میگیرند. تقریباً میشه گفت در پایان ژوراسیک در آسمان‌ها پرندگان، در خشکی‌ها خزندگان عظیم‌الجثه یعنی دایناسورها و در دریاها ماهی‌های متنوع در حال فرمانروایی هستند. در این دوره جدایش بیشتر قاره‌ها و تشکیل اولیه اقیانوس اطلس کم کم داره رخ میده. ظهور جنگل‌های عظیم سرخسی و سیکات‌ها در خشکی منبع عظیمی از تغذیه رو برای دایناسورهای عظیم‌الجثه گیاهخوار فراهم میکنه و تنوع اونها رو بسیار بهبود میبخشه. در ادامه به دوره پایانی عصر میانزیستی یا مزوزوئیک یعنی دوره کرتاسه میرسیم. به علت تنوع وقایع زمینشناسی کرتاسه را به دو زیردوره کرتاسه پسین و پیشین تقسیم می‌کنند. در کرتاسه پیشین جو زمین گرم و مرطوب بود و شرایط برای تشکیل گیاهان نهاندانه یا گیاهان گلدار امروزی مهیا میشه. در کرتاسه پیشین ماهی خزندسانان غول‌پیکری که در اعماق اقیانوس‌ها به فراوانی یافت می‌شدند فراوانیشون کاهش پیدا میکنه و سرانجام در آغاز کرتاسه پسین از بین میرن. در طول کرتاسه پیشین انواع متنوعی از دایناسورها مانند توتی خزندگان و تیزدندانان به وجود میان. تیرانوزاروس افسانه‌ای از جانورانیه که در این عصر پا به حیات میگذاره. در نهایت به کرتاسه پسین میرسیم. در کرتاسه پسین جانوران و گیاهان نوینی پا به زمین میگذارن و مجموعه شگفت‌آوری از دایناسورها پدید میان. بعضی از این دایناسورها به نسبت پیشرفته بودند و توانایی این رو داشتن که از فرزندان خودشون مراقبت کنند. اما در نهایت و با اتفاق غیرمنتظره‌ای این عصر به پایان میرسه. در 65 میلیون سال پیش با برخورد سیارکی که حدس زده میشه جایی در اقیانوس اطلس در خلیج مکزیک برخورد کرده به زمین باعث میشه که 56% از گونه‌های حیات از بین برن. این رخداد و جو مسمومی که پس از اون برای زمین به وجود میاره زیستشناسان رو بر این باور وامی داره که هیچ گونه‌ای از جانوران خشکیزی که وزنی بالای 25 کیلوگرم داشتن نتونستن از این واقعه جون سالم به در ببرن. در نهایت با پایان عصر مزوزوئیک فرصت ظهور و بروز جانداران کوچک جسته‌تر و تحول و تکامل اونها برقرار میشه. در نهایت میرسیم به پایانی ترین دوره عصر پیدازیستی یا سنوزوئیک. در دوره‌های ابتدایی این عصر یعنی پالئوسن و ایوسن که چیزی در حدود 60 تا 30 میلیون سال پیشه، با نبود خزندگان غول‌پیکر، پستانداران و پرندگان فرصت فرگشت و تکامل سریعتری رو پیدا می‌کنند. گونه‌های شگفت‌انگیز و بسیار زیادتری از اونها تمام خشکی‌ها رو در می‌نورده و پستانداران به فرمانروایان خشکی مبدل میشن. تغییرات اقلیمی و جنگل‌های گرمسیری گسترده در امتداد خط استوا به وجود میاد. شکل خشکی‌ها و اقیانوس‌ها تقریباً به صورت امروزینی که داریم می‌بینیم در این عصر شکل می‌گیره. از باقی‌مانده‌های اقیانوس عظیم تتیس دریاهایی که در پیرامون خاورمیانه می‌بینیم شکل می‌گیرن، مثل دریاچه کاسپیان، دریای سیاه، دریای سرخ و اقیانوس هند. در ادامه و با نزدیک شدن صفحات آفریقا و اروپا، دریای مدیترانه نیز شکل می‌گیره. به دوره‌های میوسن و پلیوسن می‌رسیم. در این دوران اولین نخستی‌ها دارن به ظهور میرسن. توسعه گونه‌های بسیاری از نخستی‌ها، تغییرات اقلیمی و شکل‌گیری علفزارهایی در آفریقا و ادامش جدایش قاره‌ها و ایجاد مناطق زیستی جدید اتفاقاتی هستند که در این دوران چیزی در حدود 20 تا 10 میلیون سال پیش در حال وقوعه. در نهایت به عصر کوارتنری میرسیم که چیزی در حدود 2 میلیون سال پیش تا امروز رو در بر میگیره. در این عصر قرار عصر یخبندان و ظهور انسان‌ها و گونه‌های مختلف اون رو داشته باشیم.
که این رو در ویدیوی جداگانه‌ای در آینده تقدیم شما خواهیم کرد. در این ویدیو سعی کردیم به صورت بسیار خلاصه و مختصر آنچه را که در عصر پسازیستی یعنی فانروزوئیک رخ داده و تغییر و تحول موجودات رو برای شما بیان کنیم. مطمئناً دیگر درگاه‌های وب میتونه اطلاعات بسیار گسترده تری رو از این رخدادها در اختیار شما قرار بده، یا شاید خود ما در آینده وقت کردیم که بیشتر در مورد جزئیاتی که در این دوران‌ها رخ داده برای شما صحبت کنیم. شما را تا ویدیوی آینده و بازگویی حوادث عصر کوارتنری به درود میسپارم.